خبر داره براتون. از جدی شدن قضیه بازرسی ها و رفتن خرمهره های نظام روی ویبره. یه نمونهش این شمخانی کله خالیه که اولش افه میاد که اگه ازش بازجویی بشه خیالی نیست، اما بعد میبینه این تو بمیری از اون تو بمیری هاست. فهرست اسامی که آمریکایی ها درخواست کردن میتونید براتون نام ببرید؟ یکیش خود منم. حضرت عالی هم در فهرست هستید پس؟ بله اولیش منم. پس این که گفته میشه که مقامات اولین فرد در فهرست نام جناب عالی است. پس این که گفته چون شما میدونستید من این رو گفتم ها. من نه کجا میدونستم؟ نه من که فهرست رو نداشتم. بله حالا مهم نیست ولی اولیش منم. پس این که گفته میشه که بس فهرست دانشمندانه هستی، این اتفاقا به نظر میاد که خیلی فراتر از این هاست. دومیش کی آیه؟ خب حالا دوستان هستن دیگه، مسائل مختلفی سال بعد نگاه کنی فهرست که مفتنی مشخص نیست که چه سوالی دارن اصولا. 23 نفرن دیگه نیست؟ بله گفته شده 23 نفر. آره اینا خب مسخره است. تو روزایی که شمارش معکوس مذاکره داشت به 0 نزدیک میشد و تیغ ضرب الاجل فرود میومد، یه بدبختی دیگه هم به کلکسیون بزبیاری‌های عظما اضافه شد. آمریکا بار دیگر ایران را حامی تروریسم دانست. اینم پاسخ دندان شکن امت نیم درصدی عظما به این اقدام آمریکایی‌ها. ساخت یه فیلم کمدی درباره اوباما. یعنی این دیگه آخرشه. سیروس کهوری نژاد در نقش باراک اوباما و حمید لولایی در نقش نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل همبازی شدند. فیلم پاسخی طنزآمیز به فیلم‌های ضد ایرانی مثل آرگو و 300 است. به این ترتیب نظام ولایت تصمیم گرفته که با همین فیلم دوزاری همچی با سر بره تو شکم هالیوود. تیوی ریش برای که نشون بده نظام ولایت اصلا تو انزوا نیست و خیلی هم اینترنشناله، این مشنگ وارداتی رو از کلمبیا آورده تا بگه میشه از عظما به جای چراغ موشی هم استفاده کرد. یعنی رهبر ما یعنی آیت الله خامنه‌ای واقعا الان که برای ما هم یعنی تاثیر میگذاره و خیلی کم ما توفیق داشتیم ایشون رو ببینیم. جدی میگی؟ آره خب یه هم اولین بار یه مراسم بوده فکر میکنم وفات امام خمینی بود در بهشت صحرا. بهشت زهرا. آره ما میرفتیم با مدرسه، خیلی سخت بود، خیلی شلوغ بود و ما میرفتیم و الحمدلله توفیق داشتیم ایشون رو ببینیم. من با یه پسر عمه بودم. خب آره ایشون وقتی که ایشون رو دیدیم خیلی عجیب بود چون که نورانی بودیم، نورانی دیدیم یعنی خیلی یه نور دیدیم. واقعا من به ایشون میگفتن شما نور میبینی؟ ایشون گفت آره خیلی نورانی بود. حالا اگر بخوایم بدونیم که از این عظمای چراغ موشی تو داخل نظامش چقدر حساب میبرن، باید بریم سراغ این آخوند تانگه که زوار در رفتگی عظما رو اینجوری میذاره روی میز. امروز گیر جامعه ما چیه؟ ولی فقیه تشخیصی میده، بعضیا با حساب کتابای خودشون میشینن میگن نه نمیشه، آقا داره اشتباه میکنه نعوذ بالله. بابا ولی داره با نور خدا تشخیص میده، خدا پشتیبانشه. شهدا با اینکه سواد حوزه و دانشگاهی خیلی هاشون نداشتن ولی ببخشید این تعبیر رو میگم، گفتن الله بالله گردن ملا. امام گفته تموم. امروز اگر ولی میگه ما به قدرت‌های مستکبر خوشبین نیستیم، یه عده نرن تو پستوها بشینن بگن نه بابا اینا یک توهم دارن. این سایت خط امامی هم وضعیت امروز نظام ولایت رو اینجوری تکمیل میکنه.
که اخیراً جماران طی مطلبی نوشت امروز در جمهوری اسلامی نه از جمهوری چیزی مانده و نه از اسلامی. در یک کلام اوضاع خرابه. و حالا تنسی تاکسیدوی نظام و یه فکر بکر برای مقابله با ماهواره. میگه وقتی حریف ماهواره نمیشیم خوب خودمونم سوارش بشیم. این کیه؟ این تهاجم فرهنگیه. تهاجم فرهنگی چیکار کرده؟ آنتن ماهواره رو ساختن تهاجم فرهنگی ایجاد کنن، ولی شبکه آموزش سیما و شبکه نور، شبکه استانی قم و حرم حضرت معصومه از شبکه‌های ماهواره منبر میسازن و با همکاری من طلبه حوزه علمیه منبر میسازیم و به خونه های تمام شما نوجوانان عزیز میاییم و برنامه اجرا میکنیم. یه آخوند مختلیتی هم مثل این حاجی تلمبه پیدا شده که خاطره مسخره شدنش توسط دانشجوها رو به عنوان نکته آموزشی تعریف میکنه. یه وقت توی دانشگاه یکی از دختر خانم‌ها از من سوال کرد، گفت حاج آقا، گفتم بله، گفت همینقدر که موهای شما زیر عمامه بیرونه، موهای ما بیرون باشه ایراد داره؟ عجب. به خدا. خب چی گفتی؟ جوونا سوال میپرسن، حالا بعضیا میخندن، خانم‌ها اگه اهل قصه نیستی